توی تکنیک بالیاژ بعد از اینکه اسلایسمون رو برداشتیم، این اسلایسی هست که من میخوام کار کنم. میتونم فقط پوش بدم، پوش کم یا زیاد. پوش کم سایه کار کمه، فید کار کمه. پوش زیاد سایه کار بیشتر میشه و هر چیزی که موند بذارم داخل فویل. و روش دیگه ای که میتونم بردارم برای بالیاژ این هست که بعد از اینکه پوش دادم بیام و شلال بردارم. تفاوتشون چیه؟ روش اول سایه است، فید کار، ولی روش دوم خطای کار، خطای لایت کاملا خودشو نشون میده. میتونید این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کنید و براشون میکس کار کنید.